رئیس کمیته تفتیشاتی روسیه الکساندر باستریکین میگوید که شهروندان خارجی امسال در روسیه بیش از 23,000 جنایت کردند. به گفته او آمار جنایتکاری مهاجران 69% افزوده است. در اظهارات خدمات مطبوعات کمیته گفته می شد که گویا مهاجران اکثر وقت نسبت به مردم محلی، شرکتداران جنگ در اوکراین و کارمندان حفظ حقوق بدرفتاری می کنند که در چنین حالتها به گفته او مهمان نوازی و مناسبت دوستانه روس‌ها به خشم و ناراضگی آنها مبدل می شود. این به گفته باستریکین تشویش آور است. با اوج گرفتن مهاجرستیزی عاقبت‌های منفی بی‌نظارتی روند مهاجرت و افزایش جنایتکاری در بین مهاجرانی که غیر قانونی در روسیه قرار دارند، کاهش یافتن امنیت مسافران نقلیاتی جمعیتی و زیاد شدن جراحت برداری پیاده‌گردان از حساب حرکت کوریران سبب می شود. مقامات روسیه بارها از قانون شکنی مهاجران ناراضگی کرده ده‌ها نفر را اخراج کردند، اما بعضی از مهاجران این حرفها را قبول ندارند و میگویند که حتی در حالت درست بودن سندها و یا با قانون شکنی های خرد آنها را از روسیه میرانند. به گفته مهاجران، تفتیش و اذیت و اخراج مهاجران از روسیه بعد حمله به کراکوس زیادتر شد.